مهرهای کلیدی پریمیر پارت 1. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بهنام، خوش اومدید به استودیو اسید. همونطور که گفتم موضوع ویدیو رو فهمیدید، پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لایک و بگو، با سابسکرایب هم بزن، زنگوله رو فعال کن و روی آل بذار که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که ویدیو گذاشتم. بیاید بچه یه نکته خیلی مهمه که اول باید همینجا بهتون بگم. قرار بود اول این 9 تا آیتم رو بهتون بگم، ولی خب اول این یه دونه نکته رو بهتون بگم که خیلی مهمه. بچه یه دونه کلمه اس انگلیسی توی کلمه میبینید که اومد اینجا روی کیبوردتون هست. اگه کنترل با این بگیرید پروژهتون سیو میشه. کار چی رو میکنه؟ بیایم اینجا نگاه، سیو کنترل اس، تو قسمت فایل بیاید اینجا نوشته سیو کنترل اس، سیو از یعنی چی؟ نگاه شیفت کنترل رو با هم بگیری با اس چی میشه؟ حالا من یا باید بزنم اینو یا اینو با هم بگیرم. ما از شورتکتش استفاده میکنیم و اینو میزنیم. پروژه‌مون که قبلش سیو شد به کنار، مثلا اینجا نگاه کن، یه پروژه این یه سیو جدید واسط میتونه درست کنه. مثلا اسمش اینجا هست یه دونه مثل این اسمش. آقا من میخوام اینو اینطوری کنم، 5 رو میزنم سیو کنم، الان یه سیو دیگه به اینجا اضافه میشه و به اسم 15 و دیگه هر سیوی که با هر کنترل اسی که بزنم روی این 15 هم سیو میشه. و اینو فقط میخواستم بهتون بگم که تونتون باید سیو کنید هر چند ثانیه یه بار، که اگه برق رفت پروژهتون پرید، با کامپیوتر کار میکنید برق بره که دهنتون سرویس میشه، با لپتاپ کار میکنید شارژش تمام شه بازم دهنتون سرویس میشه. و برای اینکه این اتفاق نیفته شما این کنترل اس رو میزنید و سیو میشه و هر وقت هر اتفاقی هم بیفته اگر سیو کرده باشید، مثلا من سیو الان بزنم برق چند ثانیه دیگه بره، پروژه من تا اینجایی که سیو کردم سیو میمونه. شاید مثلا با چند تا تغییر، شاید مثلا اینو نداشته باشم، اگه نه مثلا بعد اینکه سیو کنم اینو اینجا میذارم، اینجا اگه بذارم اینو برق بره و سیوش نکرده باشم این جاش اینجا نیست دیگه، مثلا یا نیستش هستن یا باید دوباره واردش کنم و این بحثا که برید داخلش خودتون متوجه میشید. این از این که باید بهتون میگفتم. اینجا ما 9 تا آیتم داریم توی پنجره تولز. اگر نبود که امکان نداره نباشه، بیایید تو قسمت ویندو و آخرین گزینه رو بزنید و واسهتون میادش. اولش چیه؟ سلکت تول که همین موس معمولیه و شورتکاتش ویه که اینجا هم بغلش نوشته. دومی چیه؟ دومی ترک سلکت فوروارد تول که شورتکاتش A رو چیکار میکنه؟ مثلا آقا من رو موس معمولی A رو میزنم و میاد روی شورتکات و میاد روی ترک سلکت فوروارد تول که شورتکاتش A رو زدم و نگاه کنید این فلش ها رو به جلوه و هرچی پشتش باشه رو نمیگیره. برای مثال زیرش هم هرچی باشه رو میگیره. نگاه کنید اینجا رو، آقا این هرچی رو به جلو باشه و زیرش باشه رو در بر میگیره و با خودش حرکت میده. هرچی پشتش باشه رو نمیگیره به خودش و هرچی زیرش یا جلوش باشه رو فقط میگیره و حرکت میده. این از این. و یه دونه دیگه هم هست همینه، ترک سلکت بکورد تول که همون کارو میکنه فقط فلشا برعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شیفت ای رو بزنیم که شورتکاتشه، هر چیزی که رو به فلشا یا زیرش باشه مثل قبلی در بر میگیره. نگاه کنید و نگران نباشید. آقا مثلا من دارم یه پروژه درست مثلا ادیت میزنم، اینو میگیرم اتفاقی میفته اینجا، وای چیکار کنم، اینو این کارو کنم اون کارو کنم، نداریم. کنترل زد میزنی برمیگرده. اگه کنترل شیفت زد بزنی دوباره میره همون، میره به جلو. کنترل زد به عقب، کنترل شیفت زد به جلو. اینم از این که بهتون باید میگفتم، اگه نمیگفتم مثلا یه اتفاقی میافتاد، اگه بهتون نمیگفتم اتفاقی میافتاد دیگه بدبخت میشدید. و این هم از این بهتون گفتم. من با این کار نکردم راستیتش، که در اصل این علامت اول همیشه اولین علامت میاد، با این سه تا کار نکردم. اینو من بذارید واسهتون توضیح بدم. یه دونه آهنگ دارم، مثلا این صداه تا اینجا، من میخوام مثلا بیاد تا اینجا، که البته این چون ساند افکت نیورد شده، ببینم یکی اوکی میکنه. داره میخونه، آره اوکی کرد. دوستان اینجا نگاه کنید، آقا این تا اینجا بود دیگه. این چیکار میکنه؟
اگه یه آهنگ بی کلام داشته باشید روی ویدیوتون انداخته باشید، مثلا 1 دقیقه است ویدیوتون، 2 دقیقه است، میتونید با این ابزار بگیرید و تا جایی که میخواید بکشیدشو، براتون یه ریمیکس یا همون ادامهش میده. ویدیو لایک و بگو و سابسکرایب هم بزن، زنگوله رو فعال کن روی آل بزن. اینم از این که بهتون باید میگفتم. و این یکی که شبیه تیغه، ابزار کاتمونه که شورتکاتش هم سیه. مثلا الان نگاه کنید، من سیو بزنم اینجا، بیام توی پنجره تایملاینم، اینجا واسم علامتش میادش. حالا میبینید که فقط یه ویدیو رو داره واسه من کات میزنه. اگر شیفت رو نگه دارم تمام ویدیوهایی که بالا و پایین این هست و واسه من کات میزنه. نگاه کنید، میبینید که کاتش زده. اینم از این. و با اینم کار نکردم تا الان. بعدی ابزار پنه که اگه توی پنجره پروگرامتون روی ویدیوتون هر شکلی که بخواید بکشید و با این پن میتونید بکشید و یه شیپ واسهتون درست میکنه، شیپ دستی. بعدی شیپیه که خودش شکلاشو داده، مربع، دایره یا بیزی یا 6 ضلعی یا 10 ضلعی میتونید بکشید. میبینید که مثلث اولیش، اینجا من میتونم تنظیم کنم و هر چند ضلعی که میخوام باشه تنظیمش کنم. بعدیش ابزار زوم تول و هند توله که H و Z شورتکاتاشه. اگه H رو بزنیم ابزار هند واسمون کار میفته که این ابزار هند چیکار میتونه کنه واسمون؟ میتونه تایملاین رو به جلو و عقب ببره. اگر این یه چی بهتون بگم که بتونید درکش کنید، این الان با موس من از شورتکاتش استفاده کردم، ولی اگه الان ویو بزنم و قرقره موس حرکت بدم، همون کار رو واسه من انجام میده. یعنی بس دو تا راه حل داره. بعدیش هم ابزار زومه که میتونید با آلت این کار رو انجام بدید یا با همون زد، یا آلت رو نگه دارید بزنید، میبینید که برمیگرده به حالت اول. بعدیش هم که تایپ توله که واسمون ابزار تایپ رو فعال میکنه. کنترل تی هم بزنید، همین کار واسهتون انجام میده. بعدیش ابزار ورتیکال تایپ توله که اینو من الان اگه بزنم بخوام اینجا واسهتون انجامش بدم، بعدی ابزار ورتیکال تایپ توله که اگه بخوام اینا واسهتون انجام بدم کامپیوترم کرش میده و نرم افزار منو میندازه بیرون، انجام نمیدم و واسهتون به صورت دستی نشونش میدم. مثلا من اینجا یه اسم میزنم، میام پایین، یه اس دیگه. اینو من دارم به صورت دستی رو انجام میدم، ولی ابزار ورتیکال تایپ تول این کارو واسه من به صورت اتوماتیک انجام میده و به صورت عمودی واسه من متنمو درست میکنه که میبینید بغلش هم یه فلش داره. خب بچه این از این قسمت های بعدی چون خیلی زیاد بشه تایم ویدیوم، براتون تو چند تا پارت گرفتمش. ویدیو بعدی رو حتما نگاه کنید و از شورتکات های دیگه با خبر بشید.